مادر عزیز، خواهرای خیلی و خیلی گرامی، ببینید شما تاریخ صحیفه زنید. شما قبل از اسلام قسم به نام پروردگار شما منزلت نداشتید، شما کس نبودین، شما به حیث چیز بودین. چیز از زمانی که اسلام آمد خدا برای شما شرف داد، قدر داد، منزلت داد، عزت داد. و قدر انسان، عزت انسان باز در دست خود اوست. کودک 14 ساله گریه میکند از مادر بدبختم بیزار شده. صنف 8 دختر از حیات بیزار شدن، خود من آویزان میکنم. شما قرآن صحیفه زنید، بیایید به سوره نحل آیت 58. شما قرآن صحیفه زنید، بیایید به سوره نساء آیت 22. شما قرآن ورق زنید، آیید به سوره تکویر آیت 8 و 9. مادر عزیز، شما پیش از اسلام، خواهرای عزیز، شما پیش از اسلام، پیش از این 14 عصر قبلا خدا تاریخ شما را در قرآن بیان کرد که حال شما چی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به ان يمسكوا على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. پروردگار میگوید چی ننگ بود، چی سرشکسته بود، چی شرمنده بود آن مرد که در خانه او دختر به دنیا می آمد. چی سرشکستگی بود، چی شرمندگی بود، چی خجالت بود به سر آن مرد که در خانه او دختر تولد می شد. ایمسکو علی هون ام یدسو فی التراب. خدا میگوید اون مردها پیش از اسلام، این دختر نازنینه که در لولک گوین، در گهواره گوین، که در چهره او یگان ذره بدروگی و چرک وجود نداشت. چهره او جلوه میداد، مادر او غم میخورد، برای گریه او آزرده میشد. این پدر او را میگرفت از داخل گهواره و میبرد. خدا میگه زنده به زنده زیر خاکش میکرد تا که از این شرمندگی خلاص شود. یا دوسو فی التراب. خدا میگه او را زنده به زنده زیر خاکش میکرد. تفسیر ابن کثیر که یکی از تفسیرهای مشهور در روی دنیاست، قصه میکند که قیس ابن عاصم 13 دختر خود زیر خاک کرده است. تاریخ بیان میکند دحیه کلبی از دخترها تا نبیره های خود تا زمان اسلام آوردن 70 دختر خود زیر خاک کرده است. ببینید قدر بینید، منزلت زنها قبل از اسلام بینید. خدا در سوره نساء مخصوص به نام زنها میفرماید ولا تنکحوا ما نکح من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. خدا میگوید مردها بعد اسلام شما آن زنهایی را که پدرهاتون نکاح کرده گرفته بودند که مادر شما هستند اونها را نکاح کرده نگیرین. این کار بدی است که قبلی ها میکردند. و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خدا میگه روز قیامت اینهایی را که زنده به زنده گورانیدند، اینها از گریبان پدرها و مادرها میدارند و چی گناه ما را زیر خاک کردی؟ مادر عزیز، این چی را بیان میکند؟ این را بیان میکند که شما منزلت نداشتین، شرف نداشتین، قیمت
همت نداشتید. وقتی اسلام آمد، وقتی این قرآن پاکیزه و تازه و مقدس از جانب پروردگار با رسول اکرم آمد، سفارشی در او چی بود؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینها برای شما لباسند، شما این مردها لباس زنها هستید. وقتی اسلام آمد پیغمبرمان حب الی من دنیاکم النساء گفت محبوب ترین آن چیزی که در دنیا برای خود دارم این طایفه زن هاست. وقتی اسلام آمد اللهم اینی احرج حق ضعیفین گفت پیغمبر، روز قیامت بالای مردهایی که در زنها ظلم میکنن من نزد خدا دعوا میکنم، اینها را از جمله گناهکارها میشمارم. این اسلام عزیز قدر و منزلت شما را مادرای عزیز بیاید برام برداشت. برای چی شما شان و شرف خود را پس میکنید؟ برادرایی که زنها را 3 طلاق میکنند، 100 طلاق میکنند، چقدر شما را درد و غم و پشیمانی فرا میگیرد. همچنان این خواهرای ما را این کردار اونها، رفتار اونها مانده کرد و پشیمان شدند. جواب میخواهند، پشیمان شدند. بیهوده نگفته بودند همه کار دنیا پشیمانی دارد مگر عبادت خدا، مگر ترس خدا، مگر راه خدا جای پشیمانی ندارد. گفت صاحبی مسلک صوفی اللیار این مصرها و این آیت ها و احادیث هایی که من به گوش شما میرسانم گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای آن جان شیرین تا فکرش کردن، برای تو گوش کننده در کار که گوش کن این چی میگوید، الله چی میگوید، حبیبی او چی میگوید. دادر عزیز گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سری جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند به خود آید. سنایی میگوید این مصرع‌هایی که من با خون جگر برای شما ایجاد کردم که عورتان بی شرم گشته، کودکان بس بی ادب، لاف و کیزب و بی حیایی، بی نمازی کار ایشان آمده است. این سخنهای من از شما در ترازوی ایمانتان، اسلامتان سنجین و خودتان به خلاصه در کاری بیایید. مادر عزیز، خواهرای خیلی و خیلی گرامی، ببینید شما تاریخ صحیفه زنید. شما قبل از اسلام قسم به نام پروردگار شما منزلت نداشتید، شما کس نبودین، شما به حیث چیز بودین، چیز. از زمانی که اسلام آمد خدا برای شما شرف داد، قدر داد، منزلت داد، عزت داد. و قدر انسان، عزت انسان باز در دست خود اوست. کودک 14 ساله گریه میکند از مادر بدبختم بیزار شده. صنف 8 دختر از حیات بیزار شدن، خود آویزان میکنن. شما قرآن صحیفه زنید، بیایید به سوره نحل آیت 58. شما قرآن صحیفه زنید، بیایید به سوره نساء آیت 22. شما قرآن ورق زنید، آیید به سوره تکویر آیت 8 و 9. مادر عزیز، شما پیش از اسلام، خواهرای عزیز، شما پیش از
مادر عزیز، خواهرای خیلی و خیلی گرامی، ببینید شما تاریخ صحیفه زنید. شما قبل از اسلام قسم به نام پروردگار شما منزلت نداشتین، شما کس نبودین، شما به حیث چیز بودین. چیز از زمانی که اسلام آمد خدا برای شما شرف داد، قدر داد، منزلت داد، عزت داد. و قدر انسان، عزت انسان باز در دست خود اوست. کودک 14 ساله گریه میکند از مادر بدبختم بیزار شده. صنف 8 دختر از حیات بیزار شده، خود من آویزان میکنم. شما قرآن صحیفه زنید، بیایید به سوره نحل آیت 58. شما قرآن صحیفه زنید، بیایید به سوره نساء آیت 22. شما قرآن ورق زنید، آیید به سوره تکویر آیت 8 و 9. مادر عزیز، شما پیش از اسلام، خواهرای عزیز، شما پیش از اسلام، پیش از این 14 عصر قبلا خدا تاریخ شما را در قرآن بیان کرد که حال شما چی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. پروردگار میگوید که نه